بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه. اما بعد، کتابی که همراهی شما میخوانیم و شرح میدهیم کتاب عقیده واسطیه هست. العقیده الواسطیه. عقیده از کلمه عقد گرفته شده هست. الله تعالی میگوید که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای آنهایی که ایمان آورید به عقدها وفا کنید. عقد بستن، عقیده چیزی که به دل بسته شده است، با یک دهن دو دهن سخن و تغییرات در آورده نمی شود به عقیده. عقیده انسان هست که الله تعالی هست. عقیده انسان هست که انسان از آدم به دنیا آمده است، نه از میمون. عقیده هست که الله تعالی آدم را آفریده است، نه از یک بعد یک ترکش این عالم به وجود آمده است. همین عقیده آن چیزی که انسان در قلبش اعتقاد میکند، باور میکند. عقیده چیزی است که در قلبش جازم است، جزم کردگی است، بسته شدگی است. یعنی همتون ایستاده است، او بسته شدگی است. یعنی به هر یک شمال و باده ها او کشاده شده نمیره، چیزی بسته شده. الواسطیه نسبت به واسط. واسط یکی از شهرهای عراق. سبب این عقیده واسطیه نام گرفتنش این است که یک قاضی از واسط شیخ الاسلام رحمت الله علیه را در مکه وا میخورد. بعد التماس میکند که میگوید برای من و برای اهل و عائلم یک عقیده نوشته دهید. بعد شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگن که عقیده ها بسیار است، کتاب های عقیده از علماها تالیف ها هست، کتاب ها هست، یکی آنها را گیرید خوانید. کی میگوید نه، برای من آن چیزی که شما می نویسید همان لازم است. نباشد قاضی بود. شیخ الاسلام تامی یگان مراتبه نه قاضی شدن، نه مفتی شدن رحمت الله علیه، نه امام بودن، نه امام پنج وقته بودن، نه امام جامع بودن. یگان منصب نداشتن، برای آنکه به منصب هم نمیگذاشتن. اهل حسد بسیار بودن، چون که این آدم یه علم داده شد که علمی بی نهایت وسیع داده شد، بنابراین حسد کننده ها هم زیاد بودن. واسطیه نسبتاً به واسط. همین قاضی از قاضی های واسط التماس میکند که شیخ الاسلام تیمیه برای او عقیده نوشته تا اینکه ما همراهی اهل و عائله ما همون خوانیم، حفظ کنیم و با همون عقیده الله تعالی را واخوریم. بنابراین استاد ما شیخ عبدالمحسن هم گفتند که کدام انسان اگر با الله تعالی را با عقیده واسطیه واخورد وارد جنت می شود. یعنی طبق عقیده واسطی اعتقاد داشته باشه در قلبش، وارد بهش می شود. و این کتاب شیخ الاسلام تیمیه عقیده واسطیه نمانده نامشه. و این کار بعد نماز عصر بود برادرای عزیز. بعد نماز عصر در مسجد حرم در کعبه بودن که التماس کرد. بعد شیخ الاسلام تیمیه دیگر برای خودشان لازم دانستند و نشستند. بعد نماز عصر نوشتن تا نماز شام. همین کتاب نوشتن یگان مراتبه مراجعه نکردن. مراجعه یعنی از نو خوانده میبرایید. یادار بعد اینکه نوشتید خوانده میبرایید، اگر یگان غلط کرده باشید از نو می نویسید. نکرده، همیشه نوشتن دادن در دستش. دیگر تمام. این قاضی به شهر واسط رفت. دیگر شیخ الاسلام تیمیه هم وا نخورد، شیخ الاسلام اینه دیگر وا نخوردن. لیکن بعد 7 سال واقعا به شیخ الاسلام مکتوب از خلیفه می بیاید. در حیرت می افتند چی گپ باشد. بعد به خلیفه میرم که آن وقت خلیفه در مصر می نشست. بعد به مصر رفتن. وقتی که رفتن که در آن مجلس تمام قاضی های 4 مذهب و مفتی های 4 مذهب، علمای مشهورترین دنیا همه تا از هندوستان آمده بودن. خلافت اسلامی که پهن بود، به هر یک امیر شهرش مکتوب کرد خلیفه که فلانی عالم ها را فرستان. یعنی عالم ترین مردمی
مسلمان ها را جمع کرد. بعد شیخ الاسلام هم نمیدونند، مردم هم نمیدونند که این مجلس برای کی است. بعد گفته شد که هذا المجلس عقد من اجلک، این مجلس برای تو شده برپا کرده شده ابن تیمیه. آنهایی که شیخ الاسلام رو حرمت نمیکردن ابن تیمیه میگفتن. اصل از کلمه شیخ الاسلام، لقب شیخ الاسلام ابن القیم شاگردشان مشهور کرده است. یعنی حتی در زمان زنده بودنشان این لقب بود. یعنی این لقب اساسا ابن القیم شاگردشان سمعت شیخنا شیخ الاسلام قدس الله روحه و طیب ثراه، رأیت شیخنا شیخ الاسلام قدس الله روحه و نور ضریحته، گفته ذکر میکنم. برای آنکه واقعا اگر خیلی که بعضی علما گفتن اگر پدر و مادر ما را از دنیا از آسمان به زمین آورده باشد، یعنی به دنیا، استاد ما را از زمین به آسمان برداشته است، بنابراین احترام میکردم و حق استاد را میدادم. بنابراین شیخ الاسلام از همونجا پیدا شد. ابی العباس، پدر عباس. شیخ الاسلام عباس گفتگی فرزند نداشتن، برای اینکه شیخ الاسلام خانه‌دار نشدن، نه خانه‌دار شدن نه کنیز گرفتن، لذت زن ندیدن، برای اینکه مشغول با لذت علم بودن، وقتی خالگی نداشتن. برای اینکه نکاح بعضی انسان ها تعجب میکنن، چه خیلی میگن شیخ الاسلام تیمیه زن نگرفت. حکم نکاح چیست؟ حکم نکاح یک عقد است، یک امر است که 5 احکام همش داخل میشد. یعنی مانند نماز بامداد 2 رکعت فرض نماز بامداد حکمش چی؟ فرض است، تمام تغییر نیابنده از روزه داشتن ماه رمضان فرض است. اما نکاح چی؟ نکاح می شود فرض، نکاح می شود مستحب، نکاح می شود مباح، نکاح می شود مکروه، نکاح می شود حرام. 5 حالت به نکاح قبول میموند، 5 حکم را. فهمیدید برادر عزیز؟ بنابراین به بعضی انسان ها نکاح یعنی فرض است. آن آدمی که اگر نکاح نکند زنا میکند. آن آدمی که شرایط خانه‌داری دارد، خانه دارد، امکانیت زن گرفتن دارد، اگر زن نگیرد به زنا واقع میشد، برای این آدم فرض است. یا آدمی کمبغل است، بیچاره شهوتش بلند است ولی کمبغل است، مال و ملک ندارد، امکانیت ندارد، یا در سفر است یا دیگر دیگر مشکلی ها دارد، برای این روزه میگیرد، برای این مستحب است گرفتن. یا آدمی هست بیمار است مثلا، یا اینکه یا آدمی هست که از او مقصد اگر فرزند نمیشده باشد، این دیگر مسئله های اینا عیب در نکاح هست، اینا بیان میکند. برای بعضی انسان ها خانه‌دار شدن حرام میشد، میداند که مثلا خانه‌داری کرده نمیتواند، جای ندارد، خانه ندارد، مال و ملک ندارد، قوت ندارد، سلامتی ندارد و همین زن، همین دختر مثلا نامش به زنی شوهر دیده میبراید و لیکن مقصد همین حیات خوب رو نمیبیند، میدوند که حق زن رو ادا کرده نمیتوند، چون که این علیک برای تو علیک یعنی واجب است که حق همسرت را ادا کنی و واجب است. حق ادا کرده نمیتوند، دانسته نمیگیرد، حرام است، مکروه است در بعضی حالات و در اکثر احوال مستحب است، سنت است، گیرد ثواب است. شیخ الاسلام مشغولی به فرض بودن، مشغول بودن واقعا. حالا اگر من نیت کردم برای شما کمتر از عقیده میخونیم و کمتر از مناظره میخونیم. این عقیده واسطیه مناظره عقیده واسطیه دارد در مجموع الفتاوا. چی معناش مناظره؟ همین مناظره که الان به شما یک قسمش نقل کردم که پادشاه خلیفه میگوید که این مجلس برای تو چی شد، همین مناظره میخونیم کمتر. برای چی؟ برای اینکه این مناظره با عقیده واسطیه علاقمندی زیچ دارد. برای چی؟ برای اینکه پادشاه میگوید که ما شنیدیم و ما خبرها آمد که تو مردم رو به عقیده دعوت میکنی، از خودت یک عقیده نوشته، مردم رو به همین عقیده دعوت کرده ایستاده ای. بعد حیران میشم، من میگم کی نوشتیم؟ با همون کتاب میبرم میگم
مقصد این خیل گفتی آن خیل گفتی میگویم، میفهمن که همون عقیده واسطیه که 7 سال پیش نوشته بودم. نوشتن یک نسخه هم همراهشان ندارم، نوشتن دادم به یک آدم دیگه، یک نسخه ندارم. میگوید که تو مردم دعوت میکنی فلان فلان سخنها را گفته وقتی که بعضی جمله ها را گفتن فهمیدن که همان عقیده را در نظر دارن. اون کتاب پهن شده است. الله تعالی اخلاص دیت همین خیلی. شما به یک نفر نوشته دادید با مقصدی پهن شدن نه، من خانت به خان رفته همراهی زن و بچه، اون میبرد که به یک کسی دیگر همسایش از خیش از شاگرد میخواند، معقول میشد نوشته میگیرد، از وی دیگر کس نوشته میگیرد، همین گونه کتاب پهن میشه. من ببینید امروز در نزد شما ایستاده است. شیخ الاسلام تیمیه سال 728 از دنیا گذشته، 700 سال پیش. امروز کتاب در پیش شما است، یگان حرفش کم نشده. بعد وقتی که میگن در شیخ الاسلام تیمیه میگه من هیچگاه از پیش خودم عقیده نوشته مردم رو دعوت نکردم و این گونه کتاب ها رو هم تقسیم نکردم. بعد وقتی که میگن میفهمن که عقیده واسطیه که نوشته بوده همون رو در نظر دارد. بعد میگن که خب مقصد چی کنید؟ هر یک عباره شما در نزد شما جواب میدم. کی اگر ملاحظه داشته باشد خیزد از جاش، یک جمله میخونیم. بعد خلیفه میگه که همون کتاب هست، کتاب نبود از در مجلس. بعد یک کس میفرستونن، کتاب گرام میبیاد. وقتی که کتاب عقیده واسطیه گرام میبیاد، بعد شیخ الاسلام تیمیه میخواهن خوانن که یک عالم میگه که تو نخوان، میگه شیخ الاسلام خودشون هم راضی میشن، خلیفه هم میگه دیگر کس خواند. و نگوید که شیخ الاسلام از ترس مردم یگان جملهش پنهان کرد. هم اشعری و ماتوریدیش دیگه است آخر. همین دامله های حنفی های مالکی های شافعی ها چه خیلی است آخر؟ همش اشعری هست، حنفی ها ماتوریدی هست، مالکی ها کتی شافعی ها اشعری هست. حنبلی یعنی مذهب حنبلی یگانه مذهبی که در هم در فقه و هم در عقیده در مذهب امام احمد ماندگی است. امام ابو حنیفه مگر اشعری بودن؟ ابو اشعری کی پیدا شد؟ اشعری در سال 300 به دنیا آمد، امام ابو الحسن اشعری. و امام ابو حنیفه در سال 150 از دنیا گذشتن، سال 80 به دنیا آمدن، سال 150 از دنیا گذشتن. چخیلی امام ابو حنیفه اشعری میشن؟ نمیشن. همین گونه مالک هم شافعی هم اینا هم از اشعری پیش بودن. و پیروای این مذهب ها، اکثری پیروای این مذهب ها، حنفی ها در مذهب ماتوریدی است و شافعی ها و مالکی ها. مالکی ها میدونید مالکی ها در افریقا است. امروز مالکی ها مردم افریقا غیر مصر، مغرب، موریتانیا، تمام دیگه باقی مانده دولت های عربی افریقایی اینها مالکی هستند. اما مصر هم شافعی دارد، هم حنفی دارد، هم احمد مذهب حنبلی های هم دارد، لیکن کمتر. اکثریتشون شافعی و حنفی ها هستند در مصر. مصر هم افریقا هست، یعنی قاره افریقا در مذهب مالک است. اصلا امام مالک از مدینه بودن، لیکن مذهبشون خواست الله تعالی است، همین خیلی به قاره افریقا رفت. مذهب احمد در جزیره عرب است، اساسا مملکت عربستان سعودی، قطر، اردن، یعنی امارات، همین جاها مذهبی در مذهب حنبلی هستند و کم شخصیت ها در عراق در مذهب حنبلی هستند، چون امام احمد اصلا عراقی هستند، امام ابو حنیفه هم عراقی هستند، امام شافعی هم عراقی هستند اصلا، ولی در مصر مذهب دویمشان در مصر تغییر یافت. خلاصه تمام علماها را جمع کردگی میگن که با نگو نشود که در بین همون قدر عالم های کلام
یگان تا آنها با فکر نکند که ابن تیمیه یگان جمله یا یگان کلمه رو پرتافت نگوید، بنابراین زملکانی میخواند. میگن زملکانی بسیار عالمی کلام بود، بسیار عالمی بقوت بود، یگانه شخصیتی که در برابر شیخ الاسلام تیمیه اگر نقاش و جدال کند یعنی تاب می آورد کم و بیش، یعنی بیهوش نمیشد و می ایستاد همین خیل. اما دیگرها یگان کس به شیخ الاسلام تیمیه طاقت جدال کردن نداشت. همین زملکانی را میگنن که تو خان، بعد زملکانی عقیده واسطی را میخواند، یک جمله میخواند می ایستد. اگر یگان اعتراضگر خیزد و اعتراض بیان کند ای ابن تیمیه تو در همین جا خطا کردی، عقیدت باطل است گوید، بعد جواب میگرداند. اگر هیچ که خاموش نشیند خواندن میگرفت. همین گونه مجلس 3 روز دوام کردگی است. بعد در آخرش شیخ الاسلام تیمیه گفتن که کدام آدمی که از همین کتاب یه حرف خطاگی یابد، یه حرف یابد که خلاف عصرهای سیگانه باشد، خلاف یعنی زمان صحابه های و تابعین و تبع تابعین باشد، من از این قولم میگردم افته به اهل مجلس مهلت دادم که هیچ کسی دیگر اعتراض بیان نکرد. هر کسی که اعتراض بیان کرد شیخ الاسلام در جایش جواب میگرداند که اینا میخوانیم انشاءالله، هر درس 10 دقیقه انشاءالله میخوانیم از وای کتابم، برای آنکه وای اصلا عقیده واسطی است، یعنی مناظره عقیده واسطی است، کشمکش جدال بین شیخ الاسلام تیمیه و بین دیگر عالمان. در این مجلس بسیار فقها بودند، بعض عالم‌های دین عالم‌های خوبند، لیکن در عقیده اهمیت دادگی نیستند. عقیده چی است؟ عقیده همین که من ایمان آوردم به الله تعالی، ایمان آوردم به فرشتگان، به روز قیامت، به تقدیر نیکی و بدی و جنت و دوزخ، تمام همین عقیده هست. میفهمم، نمیدونم که عقیده جزئیات وسیع دارد. بنابراین بعض علماها میگفتن که ما اسلمت معارفنا الا بید ابن تیمیه، ما معارف یعنی خداشناسی ما در دست ابن تیمیه سالم شدگی هست. ما در عقیده ما غلط و خلل خطاگی بود، به سبب اون که همین کتاب‌های همین شخصیت را خواندیم اصلاح شدیم. در مجلس بودن شخصیتایی که ماتوریدی بودن، اشعری بودن، وقتی که مجادله را گوش کردن 2 نفر وقتی که جدال میکنه، یا عالمی مثلا حنفی یک شیخ الاسلام تیمیه، یا عالمی مالکی شیخ الاسلام تیمیه، دیگرها باقی مانده ها گوش میکند، آدمی که عادل باشد، معتدل باشه، آدمی علمدار، آدمی با تقوا میشد، بگذار عقیدهش دیگر باشد، باید همین خیر باشه. ما مسلمان ها طالب علمان همیشه جانبدار حق باشیم، اگر چنده که گوینده حق آدم خوب نیست مثلا، یا ما بد میبینیم و کدام سببی نباشد، لیکن گپش حق است. الله تعالی چی گفت؟ و كذلك يفعلون قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. بلقیس گفت که اگر پادشاه ها وارد یک دیه شوند، همون شهر و ناحیه دیه های چپگردان میکنند و عزیزترین مردم آنهای خارترین میگردانند. الله تعالی گفت که و كذلك يفعلون، لیکن همین خیال میکنند. گفت همین زنه که مشرکه الله تعالی تصدیق کرد و كذلك يفعلون. در حقیقت یعنی پادشاه ها همین خیال است. وقتی که وارد یک قشلاق میشن، وارد یک شهر میشن، اما رو چپگردان میکنن. و ایچون پیامبر صلی الله علیه و سلم صدقه که و هو کذوب گفتن، راست گفته است لیکن دروغچی گفتن شیطانه. سخن شیطان کردی هر شب ما عمل میکنیم. پیش از خواب رفتن آیت الکرسی اگر خوانی شیطان تا سحر ضرر نمیرساند گفتن، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم تصدیق کردن، گفتن که صدقه که راست گفته است. گپی شیطان است اصلش، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم تصدیق کردن صدقه و هو کذوب، راست گفته است لیکن او دروغچی است. بنابراین بعضی عالم ها
که در مناظره اشتراک کردند میل به سخنهای شیخ الاسلام تیمیه کردند. چون که دو نفر مجادله کند شما یک شخصی خالص باشید، حتی بودن شخصیتایی که شیخ الاسلام نمیشناختند. او زمان حاضر نبود که یک عالم همه دنیا شناسند. همه عالم کی میشناسند؟ آدمایی که کتابش خوانده است یا دیده است هم ها میشناختند. نمیشناختند، بنابراین غرض نداشتند. وقتی گوش کردن دلیل ها را، عقیده را قبول کردن. گفتن راست میگوید. گفت خیلی مردم جانبداری از شیخ الاسلام تیمیه کردن. بنابراین کتاب مهم است برادرای عزیز. و این دلالت به علم شیخ الاسلام میکند که در یک مجلس همین خیلی در سفر، در خانهشان، در پیش کتابخانهشان نه، همین خیلی یک نظر نویسته دوده تا بار خوانده هم نبرآمدن، سیاه‌نویس است. انا همین کتاب ما برای شما اختیار کردیم. خب ابوالعباس پدر عباس، درباره شیخ الاسلام تیمیه در ترجمه حالشان نمیگوییم، برای اینکه ترجمه شیخ الاسلام تیمیه علاوه یک باید صحبتی وسیع شود. احمد نامشان، ابن عبدالحلیم، نام پدرشان عبدالحلیم ابن تیمیه. تیمیه این یکی از مادر کلانهایشان. حتی پدرشان هم ابن تیمیه بودن، برادرانشان هم خیلی ابن تیمیه بودن، لیکن باباشان هم ابن تیمیه هست. بابای شیخ الاسلام مجد ابن تیمیه است، یکی از عالمان کلان مذهب امام احمد است. باباشان هم ابن تیمیه بودن. با همین کمپیر مشهور شدن اینا. تیمیه نام یکی از مادر کلانهایشان که در بین محله میگه امر معروف میکرد و نهی منکر میکرد و بسیار کمپیری با آبرو بود و هر یک بچه که تولد میشد بچه تیمیه گفته با واسطه همون کمپیر همه شناخته شده بودن. حرانی نسبتا به شهرشان که به تولد شدن حران، واقع در شام. حران نام شهرشان، لیکن وقتی که 7 ساله شدن بعد همراهی پدرشان به دمشق کوچ بستند. همینگونه در دمشق زندگی کردند، در دمشق علم گرفتند و در دمشق از دنیا وفات کردند. سال 661 هجری به دنیا آمده، 728 هجری از دنیا گذشتند. بسم الله الرحمن الرحیم. رسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این آیتی از آیات‌های قرآن کریم است و مستحب است که انسان کتاب‌های علمی را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کند، چون که الله تعالی سوره‌های قرآن را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که مکتوب می‌نویسند بسم الله الرحمن الرحیم میگفتند. به نام الله، یکی از نام‌هاش رحمان است و یکی از نام‌هاش رحیم است. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى. حمد به الله که رسولش را با هدایت فرستانید. هدایت یعنی علم نافع، هدایت راه راست. پیامبرش را با هدایت فرستان و دین الحق و با دین حق. دین باطل نه، دین‌های باطل بسیار است. لیظهره علی الدین کله، تا اینکه آن دین را یعنی دین اسلام را بر بالای تمام دین‌ها عالی گرداند، حکمران گرداند و از تمام دین‌ها با آبرو گرداند. و کفی بالله شهیدا، و برای حق بودن این دین و برای پیغمبر بودن جناب رسول الله کفایه است شاهدی الله تعالی. الله تعالی شاهد است که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر هستند و این دین دین الله تعالی است و دین حق است. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له اقرارا به و توحیدا و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و سلم تسلیما مزیدا. بارک الله. و اشهد ان لا اله الا الله، به الله تعالی حمد گفتن، بعد گفتن که و غیر از این حمد با من شهادت میدهم که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. معنای شهادت دادن چی است؟ شاهد میشید به یک امر غیب. یک امر غیب مثلا
یک انسان به یک انسان دیگر قرض داده است. به نزد قاضی آمد که قرض مرا نمیدهد گفته. بعد قاضی طلب میکند که شاهد بیار. شاهد یعنی قاضی غایب بود، شاهد در آن حادثه شاهد بود، حاضر بود، دیده بود. معنای اشهد ان لا اله الا الله یعنی گویا که شما دیدید، بودید، شاهد بودید، حاضر بودید که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. ببینید، یعنی چنان عقیده دارد شخص مسلمان که اشهد، من شهادت میدهم با آدم هایی که نبودید، شهادت میدهم، من شاهد هستم، من گواه هستم که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. بنابراین الله تعالی ثنا به اهل علم گفت، ثنا به علما گفت و علما را به خود و فرشتگان همسایه آورد. شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. الله تعالی شاهد شد که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. الله تعالی شاهد، من شاهد که غیر الله دیگر اله نیست، دیگر معبودی بر حق نیست. والملائکه و فرشتگان شاهد شدند که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. و عالم ها و اولو العلم، عالم ها شهادت دادند. عالم ها در کجا شهادت دادند؟ انا همین گونه در کتاب هاشون، در خطبه های جمعه، در منبرها، پیش از درس ها به مردم شهادت میدادند. من شاهد هستم که الله تعالی دیگر شریک نداره، او یگانه الله، یگانه خالق و رازق و پروردگار این عالم الله است. وحده، الله تعالی یگانه است، لا شریک له، شریک ندارد. این تأکید است. وحده، الله تعالی یگانه است، اثبات. لا شریک له، نفی، شریک ندارد الله تعالی. اقرارا به و توحیدا، من به این سخنها اقرار میکنم، یگانگی الله تعالی رو اقرار میکنم و یگانه میشمارم او را. توحیدا، وحد یوحد و توحیدا، الله تعالی رو یکه و یگانه اعتقاد کردن و شماریدن. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و من شهادت میدم که محمد عبده و رسوله، بنده الله تعالی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم غیب را نمیداند. لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر من غیب را میدانستم کار خیر را بسیار میکردم. و ما مسنی السوء، به من بدی نمیرسید. من این انا الا نذیر، من یک پیغمبری نذیر هستم، ترساننده مردم از آتش دوزخ، ترساننده مردم از عذاب الله تعالی هستم. بنده، مثلا بنده بودم، بیمار می شدم، گریه می کردم. الله تعالی لا تحزن ان الله معنا، در غار ثور بودن همراه ابوبکر، از دشمن ها پناه به غار جستند. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم پناه نمی جستند، اگر مخلوق نمی شدند، پناه جستند. وقتی که حضرت ابوبکر گفت که یا رسول الله، اگر یکی آنها با پایش نگاه کنه ما رو میبیند، که لا تحزن ان الله معنا، غمگین مشو، الله تعالی همراه ما است. و رسوله، پیامبر صلی غیر از اینکه بنده بودن رسول هستند. یعنی باید از مرتبه بندگی بالا نبرداریم و از مرتبه رسولی پایان نفراریم. قدر و قیمتی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را باید دانست. پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین مخلوق هستند از روی قدر و قیمت. از روی بزرگترین مخلوق در دنیا عرش است، از روی حجم. پیامبر صلی الله از روی حجم، از زمین کلام نیستند، از آسمان کلام، که از روی قدر و قیمت، مرتبه در درجه اول هستند. صلی الله علیه و سلم. الله تعالی سلام و درود به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاند، تسلیما مزیدا، و سلام های زیاد فرستاند. این مقدمه هست، عبارت از حمد و ثنا هست. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. اما بعد، یعنی کلمه که بین خطبه و بین موضوع آورده میشد. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. اعتقاد فرقه ناجیه، فرقه گروه، ناجیه نجات یابنده.
این هر یک کلمه ها در حدیث ها ثابت شده است برادران. فرقه، ناجیه، منصوره، همش آمدگی است. فرقه یک گروه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که امتی من به نزدیکی به 73 فرقه تقسیم میشود. فرقه همه آنها در دوزخ هستند غیر یک فرقه گفتند. یعنی همین فرقه یعنی جماعت، گروه. الناجیه آنهایی که از آتش دوزخ نجات می‌یابند، چون که پیامبر همش در دوزخ هست گفتند. کلها فی النار، همش در دوزخ است مگر همین فرقه الناجیه، اینا نجات یابنده هستند. المنصوره، الله تعالی این فرقه را نصرت می‌دهد اگر مادامی که در عقیده ثابت قدم باشند و طبق شریعت عمل کنند، الله تعالی آنها را نصرت می‌دهد. منصوره این صفت اهل سنت و الجماعت است که آنها یاردم داده میشن تا روز قیامت، الی قیام الساعه، تا روز قیامت این فرقه موجود است، نیست و نابود نمیشد. اهل سنت و الجماعه، اینها اهل سنت هستند، برای آنکه طبق سنت عمل میکنند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کردند، سنتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را میبینن با جان و دل قبول میکنن. و الجماعه، و اینها اهل اجماع هستند. اجماع مسلمان ها چهارمین رکنی، چهارمین ماده شریعت هست و اهل جماعت هستند. بنابراین این لقبی مشهورترین اهل سنت و الجماعت، یعنی اهل سنت و الجماعت یکی از مشهورترین لقب‌های همین گروه است که خواه فرقه گروه ناجیه گوید، خواه اهل سنت و الجماعت گوید، همه این مقصور همون یک منظور یک گروهی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را گفتند که آنها چی هستند، یعنی نجات می‌یابند. این معنای اون ندارد که 72 گروه به دوزخ رود، 71 گروه به جنت رود، یعنی که اهل سنت و الجماعت خیلی کم نه، بلکه اکثر امت اسلام اهل سنت و الجماعت هستند. یعنی اهل باطل 72 گروه باطل به یک گروه اهل سنت نمی براید از روی عدد هم. آنها کم کم فرقه ها هستند در همه گوشه کنار دنیا. الله تعالی عددشان رو کم گرداند. خوانید. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. گفتن که اعتقاد فرقه ناجیه منصوره تا روز قیامت، یعنی اعتقاد اهل سنت و الجماعت این است که ایمان آوردن به الله تعالی و فرشتگانش و کتابهایش و پیغمبرهایش و زنده شدن بعد مردن و ایمان آوردن به تقدیر نیکی و بدی است. اعتقاد اهل سنت و الجماعت ان همین 6 چیز به ایمان آوردن است. بعد خوانید دوامش، مقصد چیزایی که بسیار شنیدگی هستید به پایان میگذاریم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خب بعد گفتن که و من الایمان بالله، ببینید برادران، گفتن که عقیده اهل سنت و الجماعت ایمان آوردن به الله تعالی و فرشته ها و کتاب ها و روز قیامت گفتن. بعد گفتن که یک تا شروع میکنن. از جمله ایمان آوردن به الله، ایمان آوردن به آن که الله تعالی بما وصف به نفسه فی کتابه، ایمان میبریم که خیلی که الله تعالی در قرآن خود را وصف کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی که الله تعالی را وصف کرده است، ما همین خیلی باید وصف کنیم. انا همین از جمله ایمان آوردن به الله تعالی میشد. برادرای عزیز، برای چی حالی بعضی آدم ها عقیده و توحید گفتن؟ عقیده چی علم است و توحید چی علم است؟ عقیده
اگر شما عقیده طحاویه خوانده باشید میگن که و نرى المسح على الخفين في السفر والحضر و ما یعنی اعتقاد اهل سنت و الجماعت این است که به مسح کشیدن رو اجازت میدانیم هم در سفر هم در حضر. گفتن یعنی درباره چی گپ زدن؟ مسیح و درباره ولات الامور گپ زدن، درباره عالم ها گپ زدن، درباره عموم اهل سنت و الجماعت گپ زدن، یا درباره مثلا پیغمبرها گپ زدن. این عقیده هست. عقیده چیزی وسیع هست، اما توحید فقط درباره الله تعالی. بنابراین بهترین علم توحید است. برای چی؟ برای اینکه موضوع بحثش درباره الله تعالی هست. هر علم، شرفی هر علم، آبروی هر علم به سبب چی است؟ به سبب موضوعش. مثلا علم زولوژیا علم خوب است. درباره چی گپ میزنه؟ درباره حیوان گپ میزنه. علم آناتومیا درباره آدم گپ میزنه. کدام این علم ها مرتبهش بلندتر است؟ آناتومیا. برای چی؟ برای اینکه وای آدم از حیوان بهتر است. یا یک انسان طبیب است، طبیب انسان. یک انسان طبیب بیطار است، طبیب حیوان است. هر دوشم علم است. گاه میشود طبیب بیطار رو میکوید از این شهر به این شهر، از طبیب انسان محتاجتر میشه و قدرش میرسید. علم دارد، لیکن طبیب انسان از طبیب بیطار بهتر است. برای چی؟ برای اینکه موضوع بحثی طبیب انسان عضو انسانیت است، علاج بیماری های انسانی است، انسان را از مرگ نجات میدهد. اما بیطار حیوان را از روی موضوع بحثش به علم بها داده میشه. علم توحید درباره خالق معلومات میدهد. مثلا اگر علم فقه درباره طهارت، نماز، روزه، زکات، عبادات معلومات میدهد، علم خوب است. بنابراین بعد عقیده بهترین علم حلال و حرام است گفتم. لیکن علم توحید درباره الله تعالی سخن میکند. حال علم عقیده درباره جن‌ها هم معلومات میدهد. جن‌ها چی مخلوقی هستند؟ بازگشتشون به کجا است؟ آیا جن‌ها به جنت میرن یا نه؟ کی به سوال جواب میتید؟ جن‌ها به جنت میرن یا نه؟ میرون. دلیل؟ دلیلش همین که واقعا نفسشون هست، برای همین جنت میرن، یا جنت یا دوزخ میرن. دلیل قرآن یا سنت میشه برادر؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خب نه برای جنت رفتنشون این دلیل نمیشه. بعضی ها میگن که جن‌ها روز قیامت جن‌های مسلمان خاک میشن، جن‌های کافر به دوزخ میرن، اما جن‌های مسلمان هم تو خاک میشن. میگن یا لیتنی کنت تراب. شخص کافر این وضعیت میبینه و میگه که کاش که منم خاک میشنم مانند حیوانات. و بعضی علما میگن که یا لیتنی کنت تراب این درباره حیوان نمی، این درباره حیوان، لیکن این کافر تمنا میکند روز قیامت. کافر تمنا میکند کاش که منم حیوان میبودم و میمردم. بعضی علما جنها را هم گفتن که جنهای مسلمان خاک میشد، یعنی نه عذاب نه راحت. حالی حضرت عمر میگن که کاش که من یک برگ درخت میشدم. برگ درخت چی میشه؟ هیچی، خاک میشه تمام، نه جنت میرد نه دوزخ. یعنی از خوف دوزخ میگفتن که کاش یعنی که یک برگ درخت میشدیم که مقصد خاک شدن است و نابود شده میرفتیم و احتمال دوزخ رگیمون نمیشد میگفتن. خب و قول صحیح جنها به جنت میدارن، جنهای مسلمان. الله تعالی میگه که لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. حورهای جنت رو نه جن دست رسانده و نه انس.
این دلالت میکند که جن ها هم دست میرسونند، یعنی که اگر به جنت وارد شوند. فهمیدید؟ خب یعنی که درباره جن هم علم میگیرید عقیده حساب میشد. نخواد یک جن مثلا علمی که درباره جن آموختید به علم توحید برابر باشد، برابر نیست. برای چی؟ برای اینکه درباره جن است، این درباره الله تعالی معلومات میده. برای همین سوره اخلاص برابر 3:1 قرآن است. برای چی؟ برای اینکه 100% درباره الله تعالی معلومات دادگی است. یگان دیگر موضوع نیست در سوره اخلاص. برای همین اخلاص نامیده شد. سوره تبت خوانید بعد اخلاص فقط درباره ابولهب و زنش. اون سوره هیچگاه مثلا به اخلاص برابر نمیشه. برای اینکه اخلاص هر دوش هم قرآن است، لیکن موضوعش وقتی که درباره الله تعالی است اون سوره بزرگ شد. یا آیت الکرسی بزرگترین آیت در قرآن است. برای چی؟ برای اینکه درباره الله تعالی گپ میزند. خب از جمله ایمان آوردن به الله تعالی هست ایمان آوردن به آن چیزی که الله تعالی خودش را در قرآن وصف کرد و به آن وصفی که پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی را وصف کردن. الله تعالی خودش چه خیلی برای ما شناسانیده باشد، ما باید همین خیلی شناسیم الله تعالی را. پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی را به ما چه خیلی شناسانیده باشند، ما باید همین خیلی شناسیم. من غیر تحریف گفتن، باید حرف تغییر ندهیم. به جای استولا نگوییم، یا الله خوش نکنیم. وقتی که یهودای الله تعالی و قولوا حطتون گفت، آنها حنتتون گفتن. حنتتون به جای حطتون حنتتون، یعنی نون اضافه کردن. بنابراین ابن القیم گفتن که الله تعالی برای یک نون اضافه کردگیشان آنها را لعنت کرد. الله تعالی حطتون گوید، حطتون گوید گفت، آنها حنتتون گفتن. بسیار خلقی جریء بودن، بسیار خلقی جرأت دار بودن. ان الله فقیر و نحن اغنیاء، الله تعالی کمبغل است ما بایستیم گفتن. بسیار جرأت میکردن. و الله تعالی گفت که غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا، دست خداشان به قفاشان بسته شد. الله تعالی گفتن که دست الله تعالی به پشت گردنش بسته شدگی است. این یعنی یک کلمه که برای بخیلی مثال آورده میشد. اگر انسان دستش با زنجیر به قفاش بسته شده باشد خیر کردن نمیتوند. اونا همین خیلی گفتن. بعد الله تعالی در جوابش که غلت ایدیهم، دست خداشون بر قفا بسته شد گفت. و لعنوا بما قالوا، لعنت کرده شدن به سبب همین گپاشون. بل یداه مبسوطتان، بلکه دست الله تعالی کشودگی از هر دوشان. چه خیلی خواهد خیر و صد و سخاوت نفقه میکند. بنابراین یهودا دنیادا از همه بخیلترین مردم یهودا هست. خب من غیر تحریف، حرف تغییر نمیتیم. ولا تعطیل بیکار کردن یک صفت الله تعالی. الله تعالی گفت که الله تعالی دست دارد گفت. مثلا اگر ما گوییم که دست ندارد گوییم ما یک صفت بیکار کردیم. الله تعالی چشم دارد گفت، ما گوییم که الله تعالی چشم ندارد گوییم این صراحتا یک صفت الله تعالی که در قرآن و در سنت آمده است بیکار کردن است. تعطیل پورا بیکار کردن. ما الله تعالی رو همان گونه‌ای که الله تعالی خودش وصف کرده است، پیامبر صلی الله علیه و آله وصف کرده، همین خیلی وصف میکنیم. من غیر تحریف، حرف اضافه هم نمیکنیم یا حرف کم هم نمیکنیم، بیکار هم نمیکنیم. و من غیر تکییف، نمیگوییم که دست الله تعالی چه خیلی باشد، نمیگوییم چه خیلی گفته ثواب نمیتیم. ولا تمثیل، مثال هم نبیاریم دست الله تعالی هست مانند دست ما نمیگوییم. بل یؤمنون بان الله سبحانه لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، بلکه ایمان میبیارن اهل سنت و الجماعت با اینکه الله سبحانه و تعالی لیس کمثله شیء، مانند الله تعالی چیزی نیست
و الله تعالی بینا، شنوا و بیناست. همین آیت اصل هست در اسما و صفات برادرها. این برادر قاری بسیار به قاعده های لغوی عربیتان خوب است، نحوتان خوب است، صرفتان خوب است. وقتی که به این الله سبحانه و تعالی و آمدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتید. اگر ضرور میشد شیخ الاسلام تیمیه میگفتن نمیشه. اگر ضرور میشد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن. بنابراین و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم فقط به قرائت قرآن است. برای استشهاد و برای استدلال مشروع نیست. برای اینکه ما یک کاری خیر کردنی شویم تا دلیل نداشته باشیم نمیکنیم. باید دلیل داشته باشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حیاتشون یگان مراتبه استعیذ بالله گفتگی نیستند. اما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتگی هستند، لیکن پیش از قرائت قرآن. وقتی که مثلا یک رو دو رو شما قرآن خواندنی هستید، بسم الله الرحمن الرحیم مثلا میخونید کف ها یا عین صاد قرائت کردنی هستید، در این حالت شما باید اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا اعوذ بالله السمیع العلیم گویید و بعد اگر سری سوره باشد بسم الله الرحمن الرحیم گویید، بعد آیات خوانید. اما برای مثال آوردن، برای دلیل آوردن، برای شاهد آوردن از قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مشروع نیست. لیس کمثله شیء، مانند الله تعالی چیزی نیست. این یک نفی مجمل، یگان چیز مانند الله تعالی نیست. و هو السمیع البصیر، الله تعالی شنوا است و بینا است. میگوید که آخه منم شنوا هستم، منم بینا هستم. کسی که همین خیلی گفت میگویم که لیس کمثله شیء، مانند الله تعالی کسی نیست، چیزی نیست. برای اینکه شنوایی شما محدود است، بینایی شما محدود است. بینایی ما محدود است. ما نمیدونیم که حاضر در قفای کمر خواب هستند، خواب رفته گوش کرسیدن مثلا، که ها نشسته گوش کرسیدن، ما نمیدونیم، لیکن الله تعالی میداند. یعنی که مانند الله سبحانه و تعالی کسی نیست. خوانید ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه فلا ينفون يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. اهل سنت و الجماعت نفی نمی کنن از الله تعالی آن چیزی که الله تعالی خودش را وصف کرده است. الله تعالی گفته است که و غضب الله علیه، الله تعالی برای آنها غضب کرد. گفت غضب الله علیه، آدمی که آدم مسلمان را به قتل میرساند قصدا، غضب الله علیه، الله به او غضب کرد. گفت این الله تعالی خودش را وصف کرد. همین خلاص برادرها گوش دارید، الله تعالی غضب کرد یعنی خودش را وصف کرد. ما همین وصف الله تعالی را انکار نمی کنیم، نمیگوییم که الله تعالی غضب نمی کند، نمیگوییم، چون که الله تعالی غضب الله علیه، الله تعالی به او غضب کرد و لعنت کرد. گفت در قرآن کریم از ما چگونه این نفی کنیم؟ نه الله تعالی غضب نمی کند، نه الله تعالی لعنت نمی کند، الله تعالی مهربان است. همین خیلی گوییم الله تعالی خود رو همین گونه وصف کرده است. پس ما وصف الله تعالی رو نفی نمی کنیم. نفی یعنی انکار نمی کنیم. ولا يحرفون الكلمه عن مواضعه، اهل سنت و الجماعت کلمه ها رو از جاش تغییر نمیدن. یحرفون تحریف نمیکنن، کلمه سخن را از جاش به جا نمیکنن، تغییرات نمیدارن به سخن الله تعالی، یگان حرف زیاد و کم نمیکنن. ولا یلحدون فی اسماء الله و آیاته، و در نام های الله تعالی و آیات الله تعالی الحاد نمیکنن. الحاد چی معنا دارد؟ میل کردن به سوی باطل. لحد هم از همین کلمه گرفته شده است. لحد اول چقوری را میکرد و بعد به یک طرف لحد میکرد. لحد یعنی میل میکند به یک طرف. قبرکنی را چقوری به میل میکند، برای همین لحد نامیده شده است. یلحدون یعنی به یک طرف کج، راهی
نادرست الحاد میل میکند به سوی باطل در نامهای الله تعالی و در صفاتهای الله تعالی. این نامهای الله تعالی و صفاتهای الله تعالی، آیات الله تعالی، علامتهای هستی الله تعالی، این چیزایی هست که عقیده انسان رو مستحکم میگرداند. عقیده که شد بعد عمل میشد. برادرها، همه شما اعتقاد دارید که الله تعالی هست، برای همین عبادت کرده ایستادید. همه شما اعتقاد میکنید که علم بهترین عبادت است، برای همین در این وقتی شب علم گرفته ایستادید. مردم شاید پول جمع کرده ایستادند، مردم در لهو و لعب وقت خود را گذرانده ایستادند. شما علم دارید، اعتقاد دارید. بنابراین اعتقاد اساس است، علل خصوص دانستن نامهای الله تعالی و صفاتهای الله تعالی. ولا یکیفون، و نامهای الله تعالی و صفاتهای الله تعالی کیفیت نمیپرسند. خوب فهمیدیم الله تعالی غضب میکرد است. خوب چه خیلی غضب میکند؟ مثلا ما اگر غضب کنیم، چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه گفتند اگر غضب کنند در بالای منبر برام کانه منذر جیش، گویا که مردم را از یک لشکری جنگ میترساندند، آنها را آگاه میکردند. وقتی که دو نفر غضب کرد در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، رویهاشون سرخ شده بود، رگهای گردناشون برآمد. خب الله تعالی چه خیلی غضب میکرده باشد؟ وقتی که الله تعالی غضب کند آیا همین صفاتها رو نمیگوییم، ما کیفیت نمیگوییم؟ چه خیلی غضب میکند؟ گفتن نمیپرسیم. اهل سنت و الجماعت لا یکیفون گفتن، کیف نمیگن. چه خیلی الله تعالی میبیند، چه خیلی الله تعالی میداند، چه خیلی الله تعالی بر بالای عرش برآمد، حالا چیکار کرده ایستاده است الله تعالی در بالای عرش. کیف گفته سوال نمیدین. کیف به معنای چگونه است، چه خیلی چگونه. خوانید. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، ولا يمثلون صفاته میشد بصفات خلقه. صفاتهای الله تعالی رو به صفاتهای خلق مثال نمیبیارن، یعنی مانند نمیگن. بله الله تعالی هم دست دارد مانند دستی ما. الله تعالی میخندد چه خیلی که ما میخندیم نمیگویند. صفاتهای الله تعالی رو به صفاتهای مخلوق ها مانند نمیکنند. لانه سبحانه لا سمی له، چون که الله تعالی هم مثل و مانند ندارد. هل تعلم له سمیا، آیا یگان کسی را میدونه که نظیر الله تعالی باشد، برابر الله تعالی باشد؟ یک معنا هل تعلم له سمیا، آیا یگان آدم میدونه که نامش الله باشد، هم نام الله تعالی باشد؟ استفهام انکار، یعنی نیست. لا سمی له، الله تعالی هم مثل، هم مانند، هم نام ندارد. لانه لا سمی له. خب کف ندارد. کف ولم یکن له کفوا احد، الله تعالی برابر ندارد. یگان این کف در کتاب های نکاح میگن این عائله به آن عائله کف هست یا کف نیست میگن. کف هم خیلی که یک عائله به یک عائله باید رفت خواستگاری کند که غالبا همین عائله ها به همدیگر برابر باشند، نزدیک باشند. اینش هم مثلا یا مهاجر است، اینش هم مهاجر است، اینش هم بیچاره همین یک کاری عادی میکنه، اینش هم یک کاری، یا آدمی بای یا آدمی کمبغل خواستگاری نکند. مذهب حنفی هم خیلی میگد و دیگر مذهب ها میگوید که کف با دین است میگن، لیکن واقعا تاثیر میکند. آدمی بای به دولت اگر کمبغل گیرد بیچاره دختر تحقیر میکنه. اون بیچاره دختر در خانه کمبغل به وای رسیدگی هست، دسترخانه او از دسترخانه این فرق میکند، طهارت خانه و از اینها فرق میکنه. اون بیچاره در اونجا که تربیه یافته است، بعضی آداب و اخلاق این خانواده نمیداند، بعد قشلاقی کمبغل گدا همیشه تحقیر ها میشه. برای همین بعضی علما گفتن که باید از کفی خودش خانه‌دار شود. مقصد همین که الله تعالی کف ندارد. فهمیدید؟ کف یعنی برابر. خوانید.
ولا ند له، نید شریک ندارد الله تعالی. نه به شریک در یگان کارش، به شریک. مثلا اگر یک خانه ساختید دوستا شریک میشه، یا تجارتی کلان کنید دو کس شریکی میشه، یا سه کس شریکی شرکت میکنید، یا چند صدها نفر آدم اشتراک میکنند. الله تعالی شریک ندارد، حتی مصلحتچی ندارد، مشاور ندارد، معاون ندارد، شریک ندارد الله تعالی. ولا ند له، نید شریک. و تجعلون له اندادا، شما مگر به الله تعالی شریک ها قید میکنید، قرار میدهید. گفته الله تعالی این کار میکند. ولا یقاس بخلقه، الله تعالی به خلقش قیاس کرده نمیشد. قیاس سبحانه اعلم بنفسه و بغیره و اصل. الله تعالی به خلقش قیاس کرده نمیشد. برادرای عزیز، یا مراتب گوش اندازید. برای شناختن الله تعالی یا برای شناختن هر غیب سه راه است. یک چیز از نظر ما غیب است. شما ماشین خریده میفروشید، مثلا یک دیگر تاجر به شما گفت که یک ماشین یافتم میخرید، گفت شما ماشین ندیدید، چه خیر همون ماشین تصور میکنید. سه راه دارد برای تصور کردن. یکمش مشاهده، دیدم. اگر نزدیک باشد میرید میبینید، یا اینکه امروز زمان ها به واسطه کامera میبینید. مشاهده کردی شما تصور میکنید همون چیزه. تصور میدونید؟ представить. تصور میکنید همون چیزی غیبه. اگر این ناممکن باشد مقایسه میکنید. میگوید که همون ماشینی چیه دیدی؟ میگوید مثلا کامریه. انا همون به مانند است میگوید، لیکن فقط که در فلان جاش کمتر دیگرگونی هست میگوید. یعنی کامری دیدی، همین ماشین دیدگی برین مثلا هفته قیاس میکنند. بعد شما تصور میکنید، چیزی ندیدید، غیب است، تصور میکنید با قیاس. ها به فلان ماشین مانند بودست لیکن کمتر فرق میکرده است. مقایسه. این در حق الله تعالی ناممکن است. مشاهده هم ناممکن است در دنیا. در دنیا یگان انسان حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی رو ندیدن. حضرت عایشه رضی الله عنها گفتن که کسی اگر حدیث گفت که الله تعالی رو پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدن، دروغ گفته است. گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم با الله تعالی گپ زدن بدون پرده، شنیدن گپ زدن لیکن ندیدن. در این دنیا هیچ کس نمیبینه الله تعالی رو. حضرت موسی طلب کردن، الله تعالی گفت که تو به کوه نظر کن، اگر کوه در جاش ایستاد تو منو میبینی. کوه پاره پاره شد، در پایان می آید. خلاصه دویم وجه هم نمیشد، الله تعالی رو دیده نمیشد، قیاس هم کرده نمیشد به یگان چیز دیگه. ولا یقاس بخلقه. یگانه سیوم راه میموند، خبرون صادق. به واسطه خبری صادق میفهمیم، خبری که راستگوی است. اگر ماشین فروش آدمی بی امانت باشد، یک نوع وصف میکند که بعد خریدن پشیمان میشه، چون که وصفای دروغ کرد. خبری صادق، خبری که است؟ خبری الله است و خبری رسول الله است صلی الله علیه و سلم. انا همین دو خبری صادق است. یگانه راه شناختن الله تعالی و تصور کردن الله تعالی این به خبری صادق میشد. بنابراین ولا یقاس بخلقه، الله تعالی به خلقش قیاس کرده نمیشه. اصل اهل بدعت این قیاسی الله تعالی به مخلوق است. برای چی وسیله گفتم؟ برای آنکه گفتن که به پیش یک رئیس مباشرتا در آمده نمیشد، با یک واسطه در کار است که در آورد در نزد رئیس شما شناس کند، با اجازت گرفته به شما سخن کنید در پیش رئیس، در پیش امیر، در پیش وزیر. یعنی الله تعالی همین گونه است. ما مباشرتا با الله تعالی نمیبریم، ما اولیاء الله عبادت میکنیم، آنها در حق ما از الله تعالی استغفار میپرسن. یا ما کوههای عبادت، سنگهای عبادت، غار عبادت، درخت عبادت، اینها چیزای بیگناه هستند. اینها واسطه میشن بین ما و الله تعالی. این شرک است. برای چی این کار کردن؟ اصل خطاگی آنها این است که الله تعالی را به مخلوق مانند کردن. الله تعالی به واسطه
قبول میکند، به واسطه شما را گوش میکند. فإنه سبحانه و تعالی اعلم بنفسه و بغیره. در حق الله تعالی عالم ترین ذات الله تعالی هست. از همه الله تعالی را خوب میشناختگی شخصی الله تعالی است و دیگرهای هم همین خیلی. پیغمبر حضرت محمد علیه السلام را هم از همه خوب کی میشناسد؟ الله تعالی میشناسد که پیغمبر قرار داد. فرعون هم که خوب میشناسد الله تعالی میشناسد. شیطان هم از همه که خوب میشناسد الله تعالی میشناسد. هر یکی ما و شما را از خود ما دیده الله تعالی خوبتر ما را میداند. و اصدق قیلا، غیر این که الله تعالی همه چیز را میشناسد و میداند، با الله تعالی راستگوی است، دروغ نمیگوید. اصدق قیلا یعنی راستگوی ترین ذات است از روی سخن. و احسن حدیثا، غیر از این که راستگو هست با سخنش زیبا هست. یعنی یه لیتر بنزین بیار گفته یه لیتر چای در نظر ندارد، خوشروق هم بزنه الله تعالی. وقتی که دست گفت دست در نظر دارد، وقتی که چشم گفت چشم در نظر دارد. نخواد الله تعالی دست گفت دیگر چیز در نظر داشته باشد. فإنه سبحانه و تعالی اعلم بنفسه و بغیره و اصدق قیلا. الله تعالی برای در حق خودش هم داناترین ذات است، عالم ترین، و در حق غیر خودش هم و صادق ترین ذات هست از روی قول. و احسن حدیثا من خلقه، از خلق دیده الله تعالی زیبا سخن میکند. سخن الله تعالی زیباترین سخن است. و من احسن من الله و من اصدق من الله قیلا. الله تعالی میگه کی زیباتر از الله تعالی از روی سخن؟ یعنی نیست. خوانید. ثم رسله صادقون مصدقون. سپس بعد الله تعالی عالم ترین مردم این پیغمبرهای الله تعالی است، رسولهای الله تعالی است، فرستاده های الله تعالی است. رسول هر یک پیغمبری که برای شریعتی نو آمده است. رسول ها کم هستند. هر یک رسول هم پیغمبر هم رسول، اما هر یک پیغمبر رسول نه. پیغمبرها 124,000، رسول ها 315 دانه. رسول ها کم هستند. ثم رسوله صادقون. بعد الله تعالی عالم ترین شخصیت ها این رسول ها هستند که راستگو هستند. صادقون مصدقون، و راستگویی آنها از جانب الله تعالی هم و از جانب مؤمن ها هم تصدیق شده است. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. بخلاف آنهایی که در حق الله تعالی آن چیزی که نمیدانند همان را میگویند. الله تعالی را نمیشناسد، درباره الله تعالی گپ میزند. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بنابراین الله سبحانه و تعالی گفت، من ببینید شیخ الاسلام تیمیه علاکه دویم بار آیات آورسادیم، نگفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا استعیذ بالله نگفتن. شما ناز اهمیت میبینید. ولی هذا قال سبحانه و تعالی سبحان ربک رب العزة عما یصفون. پاک است پروردگارت، رب العزة، پروردگار عزت، عما یصفون، از آن صفاتهای بدی که مشرکا و کافرها الله تعالی را وصف کردند. الله تعالی فرزند دارد، الله تعالی دختر دارد، الله تعالی همسر دارد. گفته الله تعالی را وصف کردند. الله تعالی گفت که الله تعالی پاک است از وصفی که مشرک ها الله تعالی را وصف کردند. و سلام علی المرسلین، و سلامتی به پیغمبرها باد، به رسولها باد. و الحمد لله رب العالمین، و حمد به الله که پروردگار عالمیان است. گفتو فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسول. پس الله تعالی خود را پاک کرد از آن وصفی که مخالفای پیغمبر الله تعالی را وصف کردند. دشمنان پیغمبرها الله تعالی را وصف میکردند. الله تعالی کمبغل است، الله تعالی بخیل هست، الله تعالی این است و است، صفاتای بد میکردند. الله تعالی خود را از
وصف آنها پاک کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون گفت پروردگارت از وصفی که مشرک ها و کافر ها الله تعالی را وصف کرده از آن وصف ها پاک است. و خوانید و سلم علی المرسلین و به پیغمبران سلام فرستانید. برای چی؟ خوانید لسلامت ما قالوا من النقص قالوه من النقص والعیب، برای سلامت بودن سخنهای آنها از کمبودی و از عیب. سخنهای پیغمبرها از عیب از نقصان خالی بود. خلاصه کلام در همین نقطه می استیم. خلاصه کلام شیخ الاسلام ابن تیمیه گفتن که از همه الله تعالی را الله تعالی خوب میشناسد، سپس پیغمبرها. بنابراین ما باید فقط چنگ به قرآن و سنت زنیم برای شناختن الله تعالی، چون که مخلوق ها دیگرها نمیشناسند الله تعالی را، فقط الله تعالی میشناسد، پیغمبرها میشناسند الله تعالی را. چه خیلی که الله و پیغمبرها الله تعالی را وصف کرده است، ما همین گونه باید وصف کنیم، تغییر ندیم، چه خیلی نگوییم، مانند نکنیم، چه خیلی که هم خیلی وصف کنیم، چون که الله تعالی هم راست میگوید هم زیبا گپ میزند، خوشرو گپ میزنه، یک چیز فراموش نمیکنه، خوب گپ میزنه، بهترین لفظ، بهترین سخن بهترین کلام الله سبحانه و تعالی است. در همین قدر کفایه میکنیم.